بیا که فضاگرد کائنات شویم، که آرزوی بزرگ است و این جهان تنگ است. برای حلقه مردان روزگار نوین حیات بی تپش خفته مایه ننگ است. هوای کشور افغان و روح سرکش تو، هوای سرکش کشور من و روح سرکش تو، دو پاسبان نبرد و دو سنگر جنگ است. سرت ز مشت حوادث فرو نمی آید، سر مبارزه سر نیست، صخره سنگ است. رفقای انقلابی، ما این روزهای دشوار را به همت و غیرت و ننگ شما فرزندان صدیق وطن پشت سر می گذرانیم و حتما با سربلندی و سرپیروزی در برابر تاریخ کشور خیش چهره خواهیم گشود. هموطنان عزیز، اگر ما سیاست مصالحه ملی را اعلان کردیم و آن را به پیش میبریم، اگر ما از تمام کانال ها مذاکره و مفاهمه را با مخالفین آغاز نمودیم، اگر ترجیح دادیم که تمام مسائل و قضایا نه از طریق جنگ بلکه از طریق مذاکره و دیالوگ حل و فصل گردد، اگر ما افراطیون را، اگر مخالفین را به امر صلح دعوت کردیم که دیگر دست به خونریزی مردم بیگناه نزنند، برای آن بوده است که ما در برابر تاریخ، مردم و کشور خیش مسئولیت داشتیم. شما قضاوت کنید. کنون قطعات محدود نظامی اتحاد شوروی به کشور خیش عودت میکنند. ما به پای خیش میستیم و مستقلانه از وطن خیش، از وطن پدری و اجدادی خیش مردانه دفاع میکنیم. مگر ببینید ضد انقلابیون در کجا قرار دارند. آنها در پاکستان مرکز، دفتر و کمپ نظامی دارند. آنها در دستان استخبارات این کشورها، استخبارات نظامی پاکستان میلولند. آنها از آنجا اسلحه و آتش میفرستند تا وطن خویش را ویران سازند. تا دیروز ضد انقلابیون و افراطیون میگفتند که وطن توسط اتحاد جماهیر شوروی اشغال شده است، اکنون آنها به کشور خویش میروند. آنها به کشور خویش میروند. ولی شما ببینید، شما نظاره کنید که دیگران چشم اشغال را به کشور عزیز و محبوب ما دوختند. ولی باید داشته باشند که مردم شرافتمند افغانستان و در پیشا پیشان اعضای قهرمان حزب دموکراتیک خلق افغانستان و متحدین سیاسی آن و نیروهای ملی و دموکراتیک در وطن برای آنها درس‌های عبرت انگیز و فراموش ناشدنی خواهند داد. رفقای رزمنده و انقلابی، از کجا نیست که ضد انقلابیون مشاورین کشورهای گوناگون و مختلف را به کشور ما می آورند و دست به دست آنها در یک محل و محل دیگر چکر می زنند. شما قضاوت کنین که آنها در کنرها سرک ساختند، جنگلات این وطن را قطع می کنند و به پاکستان صادر می نمایند. لاجورد، بیراید، زمرد این کشور
به بیگانگان فروخته می شود. نیروهای ملیشه، جنرالان پاکستانی، نیروهای زرهی پاکستان، هلیکوپترهای پاکستان را برای تجاوز بر حریم مقدس خاک محبوب ما دعوت می کنند. چنین است چهره این ضد وطن پرستان، این ضد وطن، این ضد خلق، این ضد مردم. اینها که به جز حرف زور چیز دیگر را نمیدانند و گویا فیصله نمودند و کمر بستند که خون پاک فرزندان دلیر قهرمان حزب دموکراتیک خلق افغانستان را، خون وطن پرستان را بریزند، خون مردم بیگناه افغان را بریزند. اینها که داد و فریاد برآن انداختند که امام خون ایجاد میکنند در شهر کابل، در شهرهای دیگر مردم را به قتل میرسانند. اینها که گویا دم و فریاد میزنند که ما شهرها را به محاصره میکشیم و انسانها را میخواهیم گرسنه بمیرند و برای اجرای این اعمال خائنانه خویش ماهیت خویش را نیز پنهان نمی کنند. شما بگویید فرزندان رشید این وطن که در قبال چنین وضع چه باید کرد؟ مبارزه، بله، مبارزه قاطع و در هم کوبنده. بله، حزب ما، فرزندان حزب دموکراتیک خلق افغانستان و متحدین سیاسی آن، از صلح در وطن، از تمامیت ارضی می توانند و باید بتوانند دفاع بکنند و این آزمون های دشوار ولی پر افتخار را پشت سر بگذارند. با موج زن تن خود را به قعر طوفان را، با موج زن تن خود را به قعر طوفان را. حریف رزم نهنگان شو و خطر بپذیر، ز کولا نمجو، ز آسمان پناه مگیر. چو آفتاب به نور چراغ خیش به پیش، که زندگانی نبود جز نبرد بی تاخیر. ولی ما این روزهای دشوار که ما را به زندگی و نبرد بی تاخیر می طلبد، به ایثار و فداکاری و جانبازی می طلبد، پشت سر خواهیم گذاشت. ما از حیثیت، آبرو و شرف مردم خویش، از حاکمیت ملی، از تمامیت ارضی کشور خویش، از صلح و آزادی مردم خویش دفاع خواهیم کرد و این را از پدران و نیاکان خویش با شکل حماسه آمیز فرا گرفته ایم و الهام گرفته ایم. بگذارین کشورهای خارجی سر و صداهای تبلیغاتی گوناگون را برا بیندازند و مطالب ضد و نقیض را در خور هضم مردم بدهند، ولی دولت جمهوری افغانستان، قوای مسلح جمهوری افغانستان، حزب قهرمان دموکراتیک خلق افغانستان، متحدین سیاسی آن، نیروهای وطن پرست ملی، شخصیت های ملی و قهرمان این وطن، همه و همه قادر هستند از خود مستقلانه دفاع کنند و بر تمام دشواری ها غلبه نمایند. مبارز قهرمان حزب دموکراتیک خلق افغانستان، رفقا وطن پرستان انقلابی، در این مرحله دفاع مستقلانه از وطن مسئولیت عظیم و بزرگ به دوش شماست. شما باید موجودیت خود را، شما باید حقیقت حزب خود را در میدان نبرد و مبارزه به اثبات برسانید. شما باید با قاطعیت